برو. سلام، صبح بخیر. شاهین قاسمی هستم. امروز اومدیم با آموزش نوع صحیح نگه داشتن عقاب طلایی در دست. دوستان، اگر که شما عقاب طلایی حالا به هر دلیلی عقاب‌ها برای تیمار، جابجایی، درمان، رهاسازی یا بازداری به دستتون رسید، پرنده شکاری عقاب یا کرکس یا دال، اگر که نیاز شد که به این شکل نگهش دارید، نوع صحیح گرفتن پرنده دوستان به این شکله. پرنده رو در وهله اول روی دست و دستکش به صورت استاندارد با چشم‌بند یا همون کلاه به قولن برای حمل جابجا کنید. ولی اگر که لازم شد پرنده رو به این شکل مثل یک نوزاد در دست بگیرید و صرفاً به خاطر کاهش استرس پرنده از حمل و نقل از چشم‌بند یا همون کلاه استاندارد و سایز خود پرنده استفاده کنید که تو جابجایی آسیبی به پرنده نرسه.